گیلانی ها معمولا توی غذاهاشون از محصولات محلی خودشون استفاده میکنن، مثل تخم مرغ که توی اکثر غذاهای شمالی رد پایی ازش میبینیم. چغرتمه هم یه غذای اصیل و قدیمی گیلانه که شاید برای بعضیا عجیب باشه، ولی امروز به روشی با هم درستش میکنیم که مطمئن باشین خوشمزه میشه. دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و مقدار مواد لازم چغرتمه رو هم آخر همین ویدیو براتون می‌نویسم. برای درست کردن این خورشت بهتره که اول از 1 ساعت قبل مرغمون رو مزه‌دار کنیم. برای این کار به مرغ نمک، فلفل سیاه و یه مقدار هم زردچوبه اضافه می‌کنیم. آب نصف لیموی ترش رو می‌چکونیم روش و همه جای مرغ رو به موادی که بهش زدیم آغشته میکنیم و میذاریمش توی یخچال 1 ساعت مزه دار بشه. حالا توی قابلمه‌مون که من از گمج، ظرف سفالی معروف شمالی استفاده کردم، روغن میریزیم و دو طرف مرغمون رو یه مقدار خیلی کمی سرخ میکنیم. اینجوری هم خوشمزه تر میشه، هم مرغ وا نمیره. بعد یه پیاز رو نصف میکنیم و بهش اضافه میکنیم و حدوداً 2 لیوان هم آب جوش میریزیم روش و میذاریم با شعله ملایم حدوداً 1 ساعت مرغمون بپزه. برای طعم خیلی بهتر خورشت چغرتمه بهتره که پیاز چیپسی درست کنیم. برای این کار پیاز رو در ابعاد برابر به این صورت خلالی خورد میکنیم، بعد به آب جوش اضافهش میکنیم و میذاریم یه غل بخوره. تقریبا 30 ثانیه که تو آب جوش غل خورد، از آب جوش خارجش میکنیم و آبکشش میکنیم. بعد روش یک کم آب سرد میریزیم. حالا میریزیمش روی یه پارچه تا آبش کشیده بشه، روش رو هم میپوشونیم تا آلودگی محیط رو به خودش جذب نکنه. بعد روغن رو میریزیم توی مایتابه و وقتی داغ شد پیاز رو بهش اضافه میکنیم، با شعله کم پیاز رو سرخ میکنیم تا چیپسی و طلایی بشه. بعد از حدود نیم ساعت که پیازمون یه مقدار رنگش تغییر کرد، بهش زردچوبه اضافه میکنیم و باز تفتش میدیم تا پیازمون به اون مرحله‌ای برسه که دلمون میخواد. پیاز چیپسی که برای چغرتمه بهش نیاز داریم تقریبا بعد از 40 دقیقه حاضر میشه. ببینید طلایی شد و کم کم داره ترد میشه. اینم از پیازهای چیپسیمون، ترد و طلایی و خوشمزه. خب برسیم به تخم مرغ توی خورشت چغرتمه. اول تخم مرغا رو میشکنیم توی یه ظرف و برای اینکه طعم خیلی بهتری بگیرن و یه وقت بوی نامطبوعی نداشته باشن بهش زعفرون اضافه میکنیم، نمک بهش میزنیم، فلفل سیاه میریزیم توش و یه مقدار هم زردچوبه بهش اضافه میکنیم. حالا همشون میزنیم تا بافت تخم مرغ کامل از هم باز بشه. اینجوری با اضافه کردن زعفرون و ادویه ها و هم زدنش دیگه تخم مرغ بوی زخم و بوی نامطبوعی به خورشتمون نمیده. وقتی بافت تخم مرغ از هم باز شد به پیازی که درست کرده بودیم اضافهش میکنیم و یک کم که خودش رو گرفت همش میزنیم تا تخم مرغ و پیاز به صورت تیکه تیکه در بیان. با حرارت کم همشون میزنیم و به این صورت که در اومدن حاضره. میذاریمش کنار. حالا باید رب رو حدود 1 قاشق رب توی روغن تفت بدیم تا عطر و رنگ و طعمش آزاد بشه. حتما رب رو تفت بدین، همینجوری رب رو به خورشت اضافه نکنیم. بعد از تفت دادنش رب رو هم میذاریم کنار و میریم سراغ مرغمون که دیگه 1 ساعت پخته و حاضره. اون پیازی که بهش اضافه کرده بودیم رو اول ازش خارج میکنیم. آب مرغ رو هم ببینید چقدره، حدوداً 1 لیوانه. بعد تخم مرغ و پیازی که درست کردیم رو بهش اضافه میکنیم، ربی که تفت دادیم رو میریزیم توش و یه مقدار همشون میزنیم تا با هم مخلوط بشن. آب نصف لیموی ترش رو هم میریزیم توی خورشت و تقریباً 10 دقیقه یه رب که خورشتمون با شعله کم غل بخوره جا میفته و حاضره. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو در مورد خورشت چغرتمه حتماً برام بنویسید. اینم از خورشت چغرتمه ما که خیلی زود آماده میشه، خیلی خوشمزه است و امیدوارم حتما درستش کنید و لذتش رو ببرید. بریم سراغ مقدار مواد لازم برای درست کردن خورشت چغرتمه برای 3 الی 4 نفر. مرغ 3 الی 4 تکه، پیاز 2 عدد درشت، تخم مرغ 3 عدد، رب 1 قاشق غذاخوری،
زعفرون آب کرده، لیمو ترش 1 عدد و نمک و فلفل و زردچوبه. امیدوارم حتما درستش کنید و لذتش رو ببرید و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت. خیلی ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که حتما خیلی زود درستش کنید و دوستش داشته باشید.